اگه طراحی لباس خوندی و کار گیرت نمیاد، این ویدیو برای توه. از 100 تا دانشجویی که میرن طراحی لباس میخونن، 101 تو فکر اینن که یه تولیدی بزنن، مانتو طراحی کنن، شخصی دوزی داشته باشن یا شاید هم لباس مجلسی. بچه‌ها تا حالا به این فکر کردین که ما توی جامعه نیاز به طراح لباس ورزشی هم داریم؟ میدونید که ما نیاز به طراحی جوراب هم داریم؟ یا اصلا طراحا رو ولش کن. میدونید لباسایی که طراحا تولید میکنن باید عکاسی بشن و عکاسی کردن فشن یک تخصصه؟ آیا میدونی که برای تولید محتوا این لباسا باید استایل بشن؟ شما خبر داری که طراحی لباس به معنی توانایی فروش لباس نیست؟ یعنی میخوام بهت بگم همه لباس درست کردن رو به یاد میدن ولی لباس فروختن رو بعید بدونم کسی به یاد بده. میدونستی تو جامعه سلیقه‌های مختلف وجود داره و حتی سلیقه این دسته خیابون با سلیقه اون دسته خیابون ممکنه توی سری شهرهای ایران متفاوت باشه و همه اینا یعنی شناخت بازار و این کار فشن مارکتره. پس ببین از اول ویدیو چند تا تخصص رو برات اسم بردم و تو فقط دنبال اینی که بری یه دونه لباس مجلسی آوانگارد شاخدار بالدار رو به درستی بتونی نقاشیش بکشی روی کاغذ. من تو این ویدیو فقط بهت سرنخ دادم، دنبال کردنش با توه.